دادگاه دوم حربی حوزه غربی در مسکو روز 23 اکتبر سال 2023 به محاکمه پرونده پرسر و صدای 6 نفر متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش و قصد ترکاندن بنای فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه آغاز کرده است. در این باره روز 26 اکتبر در خدمات مطبوعات این دادگاه به خبرگزاری رسمی روسی تاس خبر دادند. بنا به اطلاع دادگاه، یکی از متهمان ساکن قبلا برای دزدی سود شده داغستان و 5 نفر باقی مانده از تاجیکستان بوده، همگی از 19 تا 25 سال دارند. حاجی مراد حسن علیف زاده داغستان، منوچهر بوریف و عمک بچهش رجب علی بوریف، عبدالملک سمیف، سمندر توش مرادوف، عبدالقادر تویروف در این پرونده متهم هفتم نیز بوده است، ولی از بس که او با تفتیشات از اول همکاری داشت، پرونده او را علیحده بررسی خواهند کرد. خود متهمان برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید که آنها در مسکو در ساختمانها یا همچون کوریر کار میکردند و گویا عبدالقادر تویروف که همگی 23 سال دارد راضی شده است که نقش حملگر مرگ طلب را اجرا کرده خود را در داخل بنای فسب در مرکز مسکو بترکاند. ادوکات‌ها این پرونده را سیاسی نامیده گفتند که در اصل نفران زیر حمایت آنها قربانی عملهای تحریک‌آمیز کارمندان فسب شدند. این هم در حالی است که در جریان تفتیشات 5 تن از عیبدار شوندگان گناه خود را پوره و قسما اعتراف کرده، تنها یکیش گفته است که خود را گناهکار نمی‌شمارد. دادگاه گفت ادوکات‌ها طلب کردند که تمام پرونده را به زبان تاجیکی ترجمه کنند، چون که نفران زیر حمایت آنها روسی را خوب نمی‌دانند. ولی در دادگاه این را کوشش با کاغذبازی طول دادن مرافعه نامیده گفتند. در روز اول مرافعه متن عیبنامه آنها را به تاجیکی ترجمه کرده عیبدار شوندگان را با آن شناس کردند. جلسه نوبتی دادگاه روز 1 نوامبر دایر می شود. بنا به فرضیه تفتیشات از ماه مارس تا اپریل سال 2022 عیبدار شوندگان شعبه سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش را تشکیل کرده به هم دیگر بیعت سپاریدند و بعد خود را در مرکز میدان لوبیانکا ترکاندن شهیدشان باید همچون طلب اساسی خروج نیروهای روسی از سوریه را مطرح کنند. وابسته به نقشهشان به ضد این 6 نفر بر اساس 6 بند کودکس جنایتی روسیه عیب اعلام شده است. قصد انجام تروریستی طبق مصلحت پیشکی از سوی گروه شخصان، گرفتن معلومات برای انجام فعالیت‌های تروریستی، غیر قانونی تیار کردن مواد ترکنده، تشکیل سازمان تروریستی، تشکیل فعالیت سازمان در روسیه تروریستی اعتراف گردیده به آنها همچون جزا تا حبس عمرباد تهدید میکند. در همین حال حامیان حقوق بسیاری از پرونده های با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده ها بافته و ساخته بوده. کارمندان نهادهای امنیت روسیه از حساب مهاجران بی حقوق و به حمایت میخواهند نتیجه های خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند.